بله. ما تکین هستم. چی شده؟ یک مشکل داریم آقا. زیا نشانی خدا تبدیل کرده. قرار است خودش به گرفتن پاسپورت بیاد. نباید بالای تو شک کنه. برو دیگرها باشن. اگه اونا کار خلاص نتونستن باز توی کار ختم کن. شما همینجا منتظر باشین. اگه اومد او را از بین ببرین. درست است آقا. بفرمو. بسیار زیاد معذرت میخوایم. خاله جان میشه یک تاکسی بخواین لطفا؟ وضعیت خانمم خراب است. درست است میخوایم. بسیار زیاد تشکر. من تا تشنابه میرم. سنم تو خوب هستی؟ خوب است مادر، چیزی نشده. به خاطر حامله بودنش است. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоиро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва гейнерҳои софсавдо айни муддаоенд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. صبر کو این قسم خانه همیشه. سبیحه اینجا بیا به اینا کمک کنیم که ثواب داره. حالا خواهر جان بیا ثواب داره، زود باش. خانم سنم کجاست؟ به تشناب رفته که دستایش بشویه. من میرم که بیارمش. درست است. آی احتیاط کو دخترم. احتیاط کو. متوجه باش. دخترم متوجه باش. دخترم آفرین. خواهر داخل ببرش. متوجه باش. آفرین بشین در داخل. درست است. شما اون طرف برین. شما همراه ما بیاین. اوزیاس! اینجا چی گپ هست؟ لطفاً تاکسی شماره 34 پیدا کنین. بعداً توقف بتین. عجله کنین. نباید فرار کنه. چند لحظه پیش به سمت شما حرکت کرد. سنم دکتر منتظرت است. درست است. میای من راحت بنین. دخترم چرا قهر هستی؟ بالای من فشار نیار مادر، بالای من فشار نیار. سنم به شفاخانه بریم بیادر. نه خیر، به منطقه هواجی برو. دنیز لطفاً برام کمک کن. بفرمایین خانم، نوبت شماست. اگر عجله کنین بهتر است، چون مریضای دیگه منتظر هستن. بخوایم ما همراهت بیایم. نه خیر نیست. تنها برم بهتر است.
خانواده های عزیز، ما در تعقیب یک مرد 30 ساله هستیم که یک دختر جوانه اختطاف کرده. برایت ادامه بده. شما آماده شوین، چند دقیقه بعد دکتر صاحب میآین. بله، چند دقیقه پیشم زنگ زده بودم. دکتر یاسمین بسیار کار عاجل دارم. طرف راست دور بخور. زود باش، طرف راست. پایین شو از موتر. گفتم پایین شو. هوش کنی، کدام اشتباهی نکنی. اگر نبرد بعد خاطر طفل دارستان بیادر، به خاطر اونا رحم کو، مرا نکش بیادر. سول بکس باز کو. سر جلو برو. به نظرت ما هم داخل بریم چطور؟ اگه مام طفله می دیدیم خوب میشه. تمام. هنوز آماده نشدین؟ ببینین مادر؟ سنم جان تحمل کردن نتونستیم. دکتر صاحب اگه اجازه بتین ما میخوایم داخل باشیم. البته بفرمایین، من مشکل ندارم. بار اول است که صاحب نواسه میشیم. به او خاطر خواستیم که ما هم ببینیم. پس هر چیزو در نواسیدانه براتون نشان میدم. خانم سرم دراز بکشین. مهدبا شدم. دروغای من افشا خود شد. جواب سایرتون. آرام باشین. چیز قابل تشویش نیست. به خاطر که طفل خورده است درست معلوم نمیشه. شناسنامه‌تان. شما معاینه حاملگی انجام داده بودین؟ زنگ است؟ جواب بدین، شاید مهم باشه. آی صدا من عصبانی میسازه. میشه که جواب بدین؟ دخترم چرا سر دکتر چیر میزنی؟ معذرت میخوایم.
خواهش میکنم میشنوم. خدایا برم صبر بده، هم یادم میام. چیز مهم است. خانم شوهرم حادثه کرده، باید امیال برم. چی شده؟ دختر چرا به عجله بیرون شد؟ بچه‌م شوهرش حادثه کرده. حالا میتونیم که خانه بریم دینیز؟ طفل خوب است؟ ما چی بفهمم؟ ماهینه ناتکمیل ماندی نیست. ما کجاستم؟ نه خیر، نه خیر. در طول بکس چی از زود بازش کن. سوار کن، کجا میری؟ صبر کن، استاد کن. مرا کجا میبری؟ مرا از اینجا بیرون کنید. مرا از اینجا بیرون کنید. کمک. بفرمایین. دوسیه را دیدی؟ یکی است. جانر اویگور، استاد لایق دانشگاه مرکزی استانبول است. در این زمان یک عضو استادان نخبه دانشگاه است. با نظر خود به حجاب پوشا و فعالان مذهبی کمک میکنه. با نظام مخالفت میکنه، اما در این روزا سر صداش بسیار بلند شده. سرش را چت میکنیم، تشویش نکن. معلومات شخصی او را برات روان میکنم. چی وقت در کجا ای کارا میکنی تو تصمیم میگیری. الیف؟ تو با من دست نزن. گفتم از من دور درست باش. است جانم، درست است، آرام باش. گفتم دور باش. درست است. الیف، من تو را از پیشونان نجات دادم، باور کن نجات دادم. پس شد اینجا، پس شو. در آخرین لحظه پیشت رسیدم. اگه کم دیر میکردم تو و طفلت از بین میبردن. تو از کجا میفهمیدی؟ گفتم چطور میفهمیدی؟ چی فرق میکنه که بفهمی الیف؟ فعلا تو خوب هستی، طفلت هم خوب است. اما حاله خدا میفهمه که فردا چی بلایی سر ما میآید. شاید برات یک مأموریت تازه دادن ها. شاید یه بار پشت ما را گرفتی. الیف، من بسیار متاسف هستم. امری که برام داده شده بود انجام دادم. عذر بدتر از گناه. گوش کن، این بازی را میتونیم ختم کنیم، اما با تنهایی نمیتونم. تو باید امرایم کمک کنی. اونا در تعقیب ماستن. بعد از این من برشان خطر بسیار بزرگ هستم، به خاطر که از تمام نقشه ها و کاراشون خبر دارم. اگر دهن ما باز کنم باز قیامت میشه.
پس همه چیز بگو. پیش پلیس برو. در هر جای نفر دارن. اونا بسیار یک گروه بزرگ هستن. اونا تا وزارت دفاع دست دارن. حتی جنرال قدرت و جنرال سنجرام در این موضوع دخیل هستن. جنرال صاحب، از یا کدام خبر تازه است؟ تحت تعقیب است جنرال صاحب. شما تشویش نکنید. ایلیف یگانه خواستون اداره نظام است. به خاطر قدرت هر کاری که بخواین انجام میتن. از من چی میخوایی؟ من نام یک نفر برات میتم. از او به خاطر من کمک بخوای لطفا. این کارو میکنی؟ چرا من انجام بدم؟ به خاطر که فقط میتونم بالای تو اعتماد کنم. این کارا انجام دادن نمیتونم. در ضمن من باید متوجه طفلم باشم. نمیخوایم با او کدام ضرر برسه. ایلیف لطفا فقط امرای گپ میزنی که از من محافظت کنن و بعدا تمام بازی های کثیفشون از بین میبرم. لطفا به من باور کن. خب او آدم کی است؟ همراه جنرال صبری. فقط میتونم بالای او اعتماد کنم. بیا. من خواسته بودین جنرال صاحب. همراه اردام گپ زدم. زیاد منطقه کارتال دیده شده. این قسم است. پس حتما دستگیر میشه جنرال صاحب. امیدوار هستم کمی قسم شوه. اگر نه برعکس یگانه شانس خود از دست میتیم. دخترا، میفهمم که به تشویش دوستتان هستین، اما خانواده های شما به خاطر شما به تشویش هستن. فراموش نکنه. تا وقتی که از لیف کدام خبری خوش نشنویم هیچ جای نمیریم استاد. کل ما هم اینجا میباشیم استاد. بسیار جالب است، همتون نیست؟ حتی نبودنش انسان را به یک دیگه نزدیک میسازه. خانم رانا، او دختر به شما چی کرده؟ او قلب سنگی شما را چه قسم نرم ساخت؟ لطفا این قسم طرفم سیل نکنید. فقط خواستم بفهمم کدام هدف دیگه ندارم. نه خیر، راستش من هیچ از گپتان خفه نشدم. واقعا قلب من مثل سنگ شده بود. یعنی واقعا یک شخص بیرحم و بی احساس شده بودم. و ایلیف شما را تغییر داد. فکر نمیکردم که او را قدر دوست داشته باشین خانم رانا، همتون نیست؟ اما خوب است که دوستش داری. ایلیف، خدایا شکرت. من خوب هستم. واقعا مرا چیزی نشده. هر روز دانشگاه است. از ساعت 8 صبح تا 4 عصر. بعد از دانشگاه به قهوه خانه میره. با حجاب پوشا درس میده. فقط همین جایا میره، دیگه جایا نمیره؟ خوشبختانه نخیر. از خانه به وظیفه، از وظیفه به خانه. خوب است. موتر داره همتون نیست؟ بله داره. فقط نامش معترض به است. خوب است. خاطر جمع باشه، از بین میبرمش. امشب شب آخر زندگیش است. تو هیچ تشویش نکن، کارت میشه، ساده است.
بله. بله تکین مستم زیا کجاستی زیا بیادر؟ اطراف خانه تا پلیس ها گرفتن. فعلا کجاستی؟ داستانش بسیار طولانی است، بعداً برات باز میگم. تو در بندر هستی ها؟ بله، پول و پاسپورت آماده است. خب درست است، کارم کم طول کشید. چند دقیقه بعد پیشت میایم. تو چی نقشه داری؟ از نزدیک آمده برات میگم، چند دقیقه بعد میرسم. بفرما. به صبرانه منتظرت هستم. الیف، مطمئن است که نمیخوای پیش پلیس بری؟ اما به نظر من اشتباه میکنی. استاد اگه برام چی بگویم حتی نمیفهمم که کی اختطافم کرده بود. دزم نمیخوایم بیشتر از این موضوع طولانی شود. او چطور است؟ خوب است؟ کدام مشکل خو نداره؟ نه خیر ابراهیم، اگه میداشت میگفتم برات. کاش که میتونستم او را به آغوش خود بگیرم. انشالله ای کارم میشه ابراهیم. حداقل 3 سالم رسیده، ای کلان گپ است. نمیفهمه که کار کی است، چیز نگفت؟ نه خیر، نمیفهمه. گم شوین احمقا، چه میکنین پیش مادر؟ گم شوین. آقا سلیم چی شده؟ چند نفر پیش مادر دیدم آقا جانه. کار شد. فهمیدم. تایرها را پنچر کردم. آدم های پستو بی‌وجدان. به هر صورت جان ما جور باشه آقا سلیم. با پنچر من میگم که دوباره ترمیمش کنم. تکین 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 تکینی لباسات چی هست؟ هیچ کدامش خوشم نامد. این استاد جانر است.
زنده باشین بیادر که در وقت شب به کمک ما رسید. خواهش میکنم بیادری وظیفه ماست. خوب استاد، تا فردا ترمیم میشه؟ فعلا تایر نداره متاسفانه. تا فردا ساعت 10 حتما تبدیلش میکنیم و با شما خبر میدیم. خوب است. پس فردا از راه دانشگاه بگرفتنش میه. نه خیر بیادر، ضرور نیست شما بیاین. اگه خواسته باشین فردا در جایی که بگوین من با شما میارم. با زحمت نشین بیادر. نه خیر بیادر، چیز اومد. پس اگه به دانشگاه بیارینش بسیار خوب میشه. باز اونجا مطمئن ازتون درست است بیادر، البته درست است. بسیار زیاد تشکر. زنده باشین. وقت خوش. زنده باشین. تشکر. وقت خوش. خداحافظ شما. شنیدین؟ تا فردا این کار ختم شود. درست است استاد. کجاستی بیادگه؟ خوش آمدی جوان. و تو گفته بودم اما تو نیست؟ این رابطه پیش نمیره. گفته بودم برگرد. گفته بودم اما تو نیست؟ قرار بود تو مثل من نباشی. قرار بود تا دم مرگ دست خانمت رها نکنی. چی شد؟ چی شد؟ جواب بده برم. ها؟ چرا دختر میلیفت ترک کردی؟ برم بگو چرا دخترم ترک کردی؟ دلت برش نسوخت؟ حالا چه قسم دخترم قدر درد تحمل کنه؟ متاسف هستم. بسیار زیاد متاسف هستم. من رنا را به خاطر نجات زندگیش ترک کرده بودم، اما تو با ترک کردن الیف زندگی او را از بین بردی. حالا خوش شدی؟ به خواستت رسیدی؟ ها؟ خوش هستی بچه؟ بسیار متاسف هستم برات. افسوس به حالت. افسوس به حالت. اول به یک شفاخانه میریم، درست است؟ ضرور نیست، من خوب هستم. طفلت او خوب است؟ دختره برم گفتن که حامل هستی. از این خاطر مجبور هستی بری دخترم. به خاطر طفلت مجبور هستی از این شهر بری الیف. اگه به خاطر خود نمیری به خاطر طفلت بری. نه خیر، به نظر من این درست نیست. اصلا باید به خاطر او باشم. اگه من حالا مجادله نکنم، وقتی طفلم بزرگ شده از من پرسان کنه که چرا از حقوق من دفاع نکردی، باز او وقت چی بگویم؟ بگویم که ترسیده فرار کردم. اگه تو از اینجا نری او طفل این سوالا نخواد کرد، او از بین میره. چرا نمیفهمی؟ کوشش کردن طفلت از بین ببرن. خدا میفهمه دیگه چی هدف دارن. شاید بار دیگه تو را از بین ببرن. شاید بعد از طفلت تو را هم بکشن جانب.
شاید امشب زنده نمیماندی دخترم. من چرا اینقدر براتون مهم هستم؟ به خاطر که من وقتی مادرم مرا میفروخت شما شاهد بودین و او کارش هم نادیده گرفتین. حالا از ما میخواین این کار انجام بدم. میخواین دوستای من رها کنم، اما این کار نمیکنم. این دوا مربوط من میشه و تا آخرین لحظه مبارزه میکنم. Sılada sılasız kaldım, suyum garip, aşım garip. Ben kendime gurbet oldum, içim garip, dışım garip. Oy garip. Sılada sılasız kaldım, suyum garip, aşım garip. Ben kendime gurbet oldum, içim garip, dışım garip. Oy garip. Felek bir gün rahat koymaz, çağırsam kaderim duymaz. Ayağım aklıma uymaz, gövdem garip, başım garip. Felek bir gün rahat koymaz, çağırsam kaderim duymaz. Ayağım aklıma uymaz, gövdem garip, başım garip. راستش وقته آقا سلیم گفتن که با ما کمک میکنن بسیار زیاد خوش شدم. وکیلام زیاد این قسم قضیه را پیش نمیبرن. قبل از قبول کردن این قضیه ما بسیار فکر کردم، اما سال پیش آقا ابراهیم این قضیه را برنده شده بودن. ما هم خواستم شانس خود امتحان کنم. دقیقاً این موضوع را جدی‌تر ساخته میتونه. چطور یعنی؟ امروز به دانشگاه شما از اتحادیه اروپا چند هیئت میآیند؟ این قسم است؟ من خبر ندارم. اگه کسی پیدا شود تا این قضیه را به اونا بگویه، امکان داره خانم جاله به دادگاه نقض حقوق بشر کشانده شود.
چه قسمی کار کنی؟ آقا ابراهیم یک گزارش مفصل در این باره آماده ساختن. در او گزارش تمام ظلم و اختلافی ها دانه دانه ذکر شده. اتاقای قانع سازی، گرفتن حق تحصیلی دانشجویان و چیزهای دیگه. یگانه وظیفه شما رساندن این دوسیه به هیئت هاست. این حتما به دست اونا میرسه. مطمئن هستم که این کار انجام میتیم. هیچ کس نباید از این موضوعی گزارش خبر شود. من بالای شما اعتماد دارم. بازم اگه برم بگی که چرا قدر میخواین این قضیه برنده شود بسیار خوش میشم. من شما را تنها میمانم. بفرمایید. میشنوم. آقا جانر، میخوایم این موضوع پنهان بانه. راستش بگویم، ایلیف دخترم است. اگر این موضوع افشا شود به دخترم ضرر میرسانن. ما به صفت پدرش و شما به صفت استادش نمیخواین به او ضرر برسنه؟ ایلیف کجاست؟ باز به دانشگاه رفتم تو نیست؟ پس منتظر چی هستی؟ پای شبش کنن که از خانه بیرون نشه. هرچی بخوای انجام میتم. بار خطایی نکنم خودم جواب میتم. بله بفرمایین. بله میخواستم امرای ایلیف گپ بزنم. میشه تلفن برش بتین؟ با او چی کار داری بیادر؟ راستش اگه وقت داره لطفا تلفن برش بتین. یک موضوع بسیار مهم است که باید با هم گپ بزنیم. درست است. اگه زیاد مهمه از ده خانه با دیدنش بیا امرش گپ بزن. ببینین بسیار مهم است، باید امرش گپ بزنم لطفا. بیادر جان، تو مرا منشی ایلیف فکر کردی؟ بیا در خانه امرش ملاقات کن. میگی مهم است، میگی صدایش کنم. نمیشه موضوعات مهمه را تلفن گپ زد. از نزدیک امرش گپ بزن. درست است بیادر، با خدا مسپارمت. کی بود پدر؟ مهمان. یک بار بیا اونا را از نزدیک روبرو بسازیم. مهمانا دوست خداستن. عجله کو. هله دخترم، برو قهوه آماده کن. برو جانم. معذرت میخوایم. ما به دیدن جنرال صبری آمدیم. شما امرای چادر داخل رفتن نمیتونین و ما اجازه نمیتیم که شما داخل برین پیش جنرال صاحب. پس ملاقات نمیتونین. لطفا اجازه بدین، بسیار مهم. امکان نداره. لطفا از اینجا برین. ببینین بیادر، اگه یادداشت بتم برشان میرسانین. بیا بیادر جان، بیا تو زنگ زده بودیم تو نیست؟ سلام. معذرت میخوایم، ایلیف کمی مریض است. قسم سایل نکوده داخل است. بریم بیادر جان، بفرما. بیا بیادر بیا. داخل است، منتظر تو است. بیا نشرم، بیا او طرف بریم. ایدرم در داخل است، او منتظر تو. ایدر کی است؟ جالب است، تو ایدر نمیشناسی رفیق؟ نه خیر. توبه تو داخل شو، من شما را معرفی میکنم. برو داخل، برو بیادر برو. پس تو ایدر نمیشناسی ها؟ صبر داشته باش، چند دقیقه بعد با مراسم خاص معرفی خواهد شدی. انسان احمق،
ما چی تو چرا کردیم؟ به خانه ما زنگ میزنی ها؟ لطفاً این کار نکنید. تو ما با چی دختر کردیم؟ ما کی رابطه داری؟ برام توضیح گناه بده من چیه؟ بکشمت. از اردام خبر گرفتم و مزیا هیچ خبری نداره. شاید از کشور فرار کرده. فکر نمی کنم. هنوزم در کشور است. کدام نقشه داره؟ اما چی نقشه داره؟ بیا. جنرال سبیل محافظین تسلیم شدن. یک خانم برتون آورده بود. ایلیف درباره کدام موضوع مهم میخوای امرایم گپ بزنه؟ او خانم داخل بیاری. بچه‌شم جنرال سید. بفرمایید. بیا ایلیف، جنرال صبری منتظر تو است. بیا دخترم بشی. نه خیر، نمیشونم، زنده باشین. یک پیامبرتان آوردیم. از کی؟ از یا او مرا روان کرده. سلام جوان، پدرت خانه است؟ نه خیر. بفرمایید. ببخشید میخوایم آقا جانه را ببینم. شوهرم با پوهنتون رفته. ببینین باید هر چیز زودتر با اونا با تماس شوم. شماره تلفنش پیشتان است؟ نه خیر، اما با پوهنتون زنگ زده، همراهش به تماس شده، میتونین آقا. درست است، بسیار تشکر. شما کی هستین؟ حالا بچیم بیا که بریم. زنده باشه. محترم آوردن. اینجا چی گپ است؟
جوانا، جمع شدنتان پیش دانشگاه ممنوع است. اینجا را تخلیه کنین. زود باشین از اینجا برین. بره. منتظر نباشین، لطفا از اینجا برین. زیا آماده است که با شما همکاری کنه، اما جان او در خطر است. از این خاطر از شما میخواد ازش حفاظت کنید. در مقابل همکاری خود با شما از شما حفاظت میخوایم. پیام خودت چرا به دست تو روان کده؟ کسی دیگه نبود که پیام بیاره؟ یگانه شخصی که میتونست بالایش اعتماد کنم است. اگر پیشنهادش قبول دارین در هتل یلدز زندگی میکنه، از اونجا پیداش کده میتونین. حالا اگر اجازه تان باشه رفتم میتونم. البته دخترم. بسیار تشکر به خاطر که داخل اجازه دادین. راستش باید از تو تشکر کنیم. این کارت بسیار جسورانه است دخترم. بیا. همیاله به هتل برو. میبی که تصمیم آقازیا جدی است یا نه؟ با چشم جنرال صاحب. بیا با تو یک وظیفه دادم، فقط یک وظیفه. گفتم او را از بین ببر، اما موفق نشدی. او را از دست دادی. برشان گفتم اگه پیداش کردن خبر بدن. شاید به او خاطر زنگ زدن. جواب بده. بله. در کجاست؟ درست است. در هتل یلدز است. همیاله میرم که کار او را ختم کنم. اول ما کار خود خلاص میکنم. باش برو. سلام استاد. سلام دخترا، خیرت است؟ پلیس ها چرا آمدن؟ کدام معلومات دارین؟ یک هیئت خارجی می حتما خانم جالا اونا را خواسته. اینجا توقف کردن نمیتونین. درست است، اما ما استاد دانشگاه هستم. با دارای لعنتی نباید اینجا توقف کنیم. درست است، من موتر خود دیگه جای میبرم. استاد جانب اینگین همیشه محترم همینجا توقف بتم تا یک ساعت دیگه میرم. درست است فرق نمیکنه. استاد جانب قابل اعتماد هستن، مشکل نیست. درست باش. دخترا امروز روز موفقیت ما بوده میتونه. چطور یعنی؟ امروز هیئت خارجی میه از اتحادیه اروپا. اگه صدای خود به گوش اونا برسونیم هیچ کس نمیتونه مانع پیروزی ما شود. بریم دختر. بله در راستم جنرال صاحب، در هتلی که هست میرم. جنرال ای بار کدام مشکل ایجاد نمیشه متنیس؟ تشویش نکنین، کدام مشکل جور نمیشه، من خودم این کار انجام میدم. خوب است.
سلام. میشه بگوین که امروز ایلیف به دانشگاه آمده؟ ایلیف گورل. امروز او را ندیدیم. اونجا قهوه خانه است، امکان داره همونجا باشه. من همونجا بودم، او را ندیدم. درست است، تشکر میکنم. سلام، خسته نباشین بیادر. من میخواستم امروی استاد جانر گپ بزنم. عاجل است. در داخل است؟ چند دقیقه پیش داخل شده. تشکر میکنم. شما مواصل هستین؟ بله. شناسنامه تون؟ شناسنامه فعلا در پیشم نیست، در خانه فراموش کردیم. پس داخل شده نمیتونید. محترم میگم که بسیار عاجل است، باید امروز ملاقات کنم. منتظر باشین که بیرون شون. حداقل یک بار برش زنگ بزنین لطفاً. با تلفن خود جواب نمیده. ایره برتان خانم شاله روان کرده. ای چی است؟ مکتوب منفکی؟ او میخواد چی کنه؟ خانم رنا بفرمایید استاد جانر. خانم ژاله امروز مرا از دانشگاه اخراج کردن. مرا هم. او دیگه از حد خود گذشته. البته او پلانه کثیف خود تطبیق میکنه. در ضمن حتما شما از مهمانی که امروز اینجا میان خبر ندارین. مهمان چی؟ از اتحاد اروپا هیئت با خاطر بررسی وضعیت دانشگاه. ها، پس به این خاطر مرا اخراج کرده. با نظر ما میفهمه که شکایت میکنیم. پس او را به خواستش میرسانیم، درسته؟ با شما هم نظر هستم. وکیلی که این قضیه را گرفته این دوسیه را با ما آماده ساخته. اگر این دوسیه به دست یکی از هیئت ها برسه بازو وقت ما موفق میشیم. محافظین اطراف دانشگاه را بیشتر ساختین؟ بله خانم. خب معترضین چطور؟ اونا را دور ساخته تا نیستین یا نی؟ ما کوشش خود کردیم خانم. این جواب برام کافی نیست. اونا باید دور شون. من هیچ مشکلی را قبول نمیکنم. اطاعت میشه خانم. رفتم میتونین. فکر میکنی با دور ساختنم از دانشگاه میتونیم برای خاموش بسازی؟ اما برعکس صدای من بلندتر خواهد شد. تمام دنیا از این کارهای تو خبر خواهد شده.
کاشو دوسیه را رسانده بتونن. 4 طرف پلیس گرفته، حتی اجازه نمیتن که نزدیک دانشگاه شویم. باز چه قسم دوسیه را برسانیم؟ یک راه باید برش پیدا کنیم. هر قسم که شوه باید دوسیه را برسانیم. دخترم هر چیز زودتر باید دوستای خود جمع کنین، باید با هم گپ بزنیم. روز بخیر. روز بخیر. برام بگوین زیا کارا پناردمی هتل می باشه؟ یک دقیقه صبر کنین. منزل 7 اتاق 705. تشکر. خواهش میکنم. ببینین دوستا، در دوسیه همه چیز نوشته است. تمام دردها، تمام مشکلات را که تحمل کرده، کارهایی که در اتاق قانع سازی انجام شده. یعنی تمام ظلم هایی که بالای شما شده. اگر ما موفق شویم که این دوسیه را به دست یکی از هیئت‌ها برسانیم، باز امید ما تازه میشه دخترا. با آینده امیدوار میشیم، فهمیدین؟ الیف؟ آمدن! پس زود برین دخترا، برین. درست است. دوسیه کجاست؟ پیشم است. لطفاً اجازه بدین که ما بریم. سلام، خوش آمدین. فقط گپ میزنیم. حالا چی خواد کردیم؟ ما هم نمیفهمم سهیلا. اما میفهمم. درس تشریح میکنم. یگانه ماده اساسی وجود انسان حجره است. از یک جا شدن چندین حجره عضو انسان تشکیل می شود و چندین اعضا با هم یک جا شده سیستم تشکیل می دهند. حقوق، رابطه ارگانا و بخشای دولت که توسط 3 قوه ایجاد شده از طرف اداره بررسی میشه، به شکل قانونی و مسلکی برقرار نموده و زمینه رابطه‌های دیپلماتیک با سایر دولت‌های خارجی برقرار میسازه. یگانه هدف ما پرستاری سالم، صحتمندی تمام خانواده ها، مادران و تمام همشهریان می باشه.
باور کنین چیز مهمی نیست آقا. لطفاً بفرمایین داخل بریم. No, no, no. What are you talking about? اینا درباره چیزایی که در دانشگاه مختن توضیح میتن آقا. امکان داره هر لحظه قیامت برپا کنن. درست است؟ بهتر از سال داخل بریم. No, he handed the book. What is your name? ایلیف، ما میخوایم درس بخوریم اینا اما به دلیل میخوایم درس عقیده مانع بخونن نمیشن. اما به دلیل اعتقاداتشون به این درس خوندن تمام نمیتونن. ظلمایی که اینا در به حق ما کمک شدن شما نوشته نیاز است. دارن. حتما میخواین بخونین شما اینا آقا. را ازتون کمک خواهش کنین. این میکنم. دخترها بسیار ضرورت دارن. I promise. I read it. به شما وعده دادن که حتما درس میخونن. سهلشون نیست چیکار؟ آیسا حافظی Hayatım kördür açmaz olsa bile gönlümü kuşlar açmaz olsa acılar یعنی این زحمات ما بیجا نشد. استاد جانل به دلیل مشکلات امنیتی میشه جای موتورتان رو تغییر بدین؟ درست است، تغییر بدین. تشکر. گپ بزنیم. همراه من بیا. استاد جانه را میخواین از بین ببرن. تا موترش به ما جا به جا کردن. چی؟ خانم رنا، استاد جانر چی شدن؟ جای موتر خدا تغییر میده. استاد جانر الیف استاد جانه استاد الیف 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 با خود بیا اینا باز کن استاد جانه را از بین در
الیف کمک کنه. الیف کمک کنه. الیف زیا خواستم محافظت شوه. در مقابل او تمام چیزایی که میفهمه به ما میگه. ما به خاطر بردن او آمدیم. و شما چی میکنین اینجا؟ ما هم به خاطر بردنش اینجا آمدیم. کل ما میخوایم که حقیقت آشکار شوه. این قسم است. اما شاید او حقایق بعضی را پریشان بسازه، مثل جنرال قدرت و شاید هم شما را. تو میخوای چی بگویی دینیس؟ وقت شامل اردو شدم قسم خوردم، گفتم به قیمت جان خود از این ملت دفاع میکنم، حتی در مقابل پدر ما استاد میشم. گپای ناق نزن طرف ما بیبی. تو مرا تهدید میکنی؟ نه خیر پدر، فقط میخوایم بگویم که من احمق نیستم. تو بیاز و احمق نیستی، به خاطر که بچه ما هستی. کوشش کو کارایت درست انجام بدی. زیا خانم جلال فهمیدین که انفجار کار کی است؟ میشه به ما معلومات بدین؟ بله دوستا، قسمی که شما هم در جریان هستین. امروز یکی از روزهای تاریک برای دانشگاه مرکزی استانبول است. اینا رو چی شده؟ یکی از استادای بسیار خوب ما، استاد جانر، از دست دادیم. رسیدم میتونستم. اگه کمه دگام بلندتر چیخ میزدم، اگه کمه تیز میدویدم، استاده نجات میدادم. عمرش همه قدر بوده الیف جان. کاری از دست مام ساخته نیست. هیچ کس کاری کرده نمیتونست. او خانم استاد جانر نیست؟ بله همو است. خانم یاسمین جانر کجاست؟ چرا با من زنگ نزده؟ از تلویزیون خبر شدم. او خوب است اما تو نیست؟ خانم یاسمین او را خود چیزی نشده؟ لطفا یک چیز بگوین. متاسف هستم. نه خیر خدایا به اولادم چی بگویم؟ وقتی شب پرسان کنن پدرم کجاست چی جوابتم برشان؟ از شوهرم چی میخواستن؟ از پدر اولادم چی میخواستن؟ او به که ضرر رسانده بود، چرا این کار کردن؟ دنیس تو از این طرف برو، من از طرف راست برم. عجله کن. اگه پدرم زیار قبل از من پیدا کنه او را از بین میبره. باید قبل از پدرم او را من پیدا کنم. باید قبل از دینیس زیارا پیدا کنم. نباید از حقیقت خبر شوه. دیگر راه فرار نداری قماندان زیا. چی شدن اینا؟
زیا زیا ای که از اردو کمک خواستی پس گپای زیادی به گفتن داری. میخوایم گپای تا بشنوام. زیا چی شد؟ از ترس زیاد آل گنگه شدی؟ این قسم معامله نکرده بودیم. بعد از انفجار کار ما ختم میشد. در نقشه ما کم تغییرات آمد. باید تمام ثبوت ها را از بین ببری. این کارا چطور انجام بدم؟ خدا گم ساختن نمیتونم. تمام جای پلیس گرفته، حتی نمیتونم با طرف موتور خود نزدیک شوم. اینه به شما روان کردن بیادر. در داخل او یک شناسنامه جعلی به نام تو است. بعد از این لحظه تو یک از افراد اردو هستی. یعنی هر جایی که بخوای رفته میتونی. حالی کار را ختم کن. درست است، انجام میتونم. هر لحظه ما را در جریان بانیم. با چشم جنرال صاحب. رفته میتونیم. زیا چرا گپ نمیزنی؟ پدر هوش کنی و را از بین نبری. به نظرم بسیار ترسیدی. بایدم بترسی زیا. الیف، بعضی‌ها تو را دیده بودن که قبل از انفجار طرف موتر میدویدی. میفهمیدم که دا او بهم است. چطور؟ زیا برام گفته بود. زیا اینجا بود؟ پیدا کردن او مهمتر از همه چیز است الیف. عامر صاحب اردام، میشه چند دقیقه گپ بزنیم؟ البته. کدام پیشرفت جدید درباره قضیه وجود داره؟ هنوز نه. خب شاهد عینی دارین؟ امر به جا آوردیم، دیگه منتظر چی هستیم؟ باید مطمئن شویم که کار ختم شد و همین قسم امر شد. بس تو اینجا باش، خودم مطمئن بساز. درست است؟ ما دیگه میرم. اگه با جای شما می بودم فکر نمیکردم شلیک میکردم. اگه من زنده بانم تمام رازایتان افشا میسازم. نقشه های شومتانه، کسایی را که به قتل رساندین همیشه افشا میسازم. ما به می خاطر اینجا آمدیم، به خاطر که جان تو را بسته کنم. این صدای پدرم است. زیا را پیدا کردم. راستش من هیچ نفهمیدم که چرا وزارت دفاع به این موضوع قدر علاقمندی نشان میده. دلیلش چی است؟ فقط هم قدر بفهمین که موضوع امنیتی ملی ما را در خطر انداخته. حالا اگه اجازه بتین میخوایم محل روی داده بررسی کنم. اصله تا پرتو پدر. دینیس تو در این کار مداخله نکن. گفتم اصله تا نپرتین. ترکان میشه به اینا کمک کنید؟ بچه شما عامر صاحب. بفرمایید. متوجه باش
اگه کدام کار مشکوک انجام داد به من خبر بچشم بده. عامر صاحب. اردم ما ای آدم دیدیم در وقتی که به دانشگاه می آمدم باور کن یک نفر دیگه امروز بود فکر کردم اینا نفرای امنیت هستن اما او آدم نظامی است. امکان داره با یادسه ارتباط داشته باشه شاید زیا از همین خاطر از این موضوع خبر بوده تو چی میکنی؟ نکی میخوای من از بین ببری؟ مرا به این کار مجبور نسازین. یگانه شاهد ما او است. هیچ چیزی را نمیفهمم. دروغ میگه. میخوای جان خود نجات بده. پدر او پیش خود ثبوت داره. تو واقعا بالایی باور داری؟ برای آخرین بار برای توشدار میتونم. به خاطر اسناد دست داشته او شاید بیشترین حقایق افشا شود. امکان داره الیف به دانشگاه خود ادامه داده بتونه. سالای تاپارتو تمام این کارا رو به خاطر او دختر انجام میدی ها؟ به خاطر او دختر انجام میدی. با این دلیل طرف من اسلحه گرفتی. از خاطر او دختر پدرت از بین میبری ها؟ پس از بین ببر. منتظر چی هستی؟ از کسی که نفرت داری او خانومم از پدر. زیا نه خیر پدر. تو چی میکنی؟ تو چی کردی؟ ماندی که او فرار کنه. خواستم قاتل نشی. خواستم دستت به خون آغشته نشه. اما میبینم که دست تو قبلا به خون آغشته شده پدر. بفرما اردم. باید همراه زیا گپ بزنم. قرار بود با تو ملاقات کنه. پیش تو است. فرار کرد. فکر نمیکنم که بار دیگه تماس بگیرم. آهای بسیار بد شد. چی شده؟ زیا فرار کرده. الیف همراه ما است. از حادثه بمبگذاری دانشگاه خبر داری؟ کدام بمبگذاری؟ استاد جانر دموتری و بم جاسازی کرده بودن. تو چی میگی اردم؟ ما به امنیت میریم. الیف 2 نفر دیده. یکیش شناسایی کرد. رسم دیگه شام میکشه. یعنی یکیش دستگیر کردین همون تو نیست؟ او کار به جناب صبری واگذار کردیم چون او بهتر میفهمه. بشنوین عامر صاحب. میخوای محل رویداد بررسی کنه. عامر صاحب یا آقا میخوای محل رویداد بررسی کنه. معذرت میخوایم متوجه نشده بودم. میبخشین. تورگان عامر اردم چی شد؟ به مرکز رفت. شاید اینی رو با خود برد. درست است. باورم نمیشه. اگر زیا و اسناد با کسی نشان بده قیامت برپا میشه. کل ما از بین میریم. ایره میفهمین؟ ها نمیفهمین. اگر میفهمیدین با سر شلیک میکردین. هر چی زودتر او آدم با ما پیدا میکنین. فهمیده شد یا نه؟ او کسایی که فکر میکنین اسناد تحویل میکنن تحت تعقیب هستن. صبری هم شاملشان میشه. با شما وعده میکنم که او اسناد به دست هیچ کسی نمیرسه. خودم از بین میبرم. گپ زدن از یاد دارین. عمل کنین. عمل. جنرال صاحب چی شده؟ چرا گنگه شدی؟ باشیم بگو. در رابطه بمبگذاری است. یک شاهد عینی پیدا شده. میگه بالای 2 نفر مشکوک شده. ایگا پارا با ما چرا میگی؟ باشیم خودتون حل بسازیم. بچشم جنرال صاحب. جنرال صاحب اجازه میتین؟ البته. او شاهد کی است؟ یک محصل است با نام الیف گورال. الیف راحت باش. هیجانی نشو. راحت باش. اولین تصویری که به ذهنت میرسه حقیقت داره. حال دوارش برم بگو. درست است. شروع کنیم؟ بله شروع میکنیم. جنرال او قدر محصل در دانشگاه است اما فقط این دختر لعنتی است که او آدم ها را میبینه. باورم نمیشه. مثل فیلم سینمایی است.
جنرال صاحب بغیر از اظهارات ایلیف هیچ ثبوت دیگر ندارن جنرال صاحب. تصاویر دوربین های دانشگاه از بین میره و با کشته شدن او 2 نفر این قضیه مجهول برای همیشه بسته خواهد شد. جنرال اگر زیای احمق دهن خود باز کنه اظهارات به باز کل ما تباه میشیم. هر چی زودتر باید زیا و او دختر از بین ببرین فهمیده شد؟ حتما این کارا میکنم. تو متوجه هستی که چی میگی دینیز؟ یک نظامی چطور این کار کده میتونه دینیز؟ چطور میتونم وطن خود از بین ببره؟ مام نمیخوایم که باور کنم جنرال صاحب، اما زیا به ایلیف گفته که دموتر بم است. کم و بیش میفهمیم که زیا با کیها رابطه داره جنرال صاحب. یگانه راه فهمیدن حقیقت همی است. او از کار پیش ما بیار. امرتان به جا میشه جنرال صاحب. امی است؟ بله همی است. تو دیگه کی هستی؟ تصاویر کاملا را بررسی میکردم پیدا شد. چند دقیقه پیش همینجا بود. ها اون آمد. افسر از جای خود تکان نخور. دستای تا بلند کو. آهسته طرف مدار بخور. فرار نکن. دختر زیاد جگر خود هستن، بیشتر از همه ایلیف. او خودم قصر فکر میکنه. انشالله هر چی زودتر قاتلا پیدا شوند تا او راحت شوند. آمر اردام میگه در خیبی کار اشخاص دیگه هم دست داره. راست میگه سلیم، اونا بسیار قوی هستن، هیچ کس مانع اونا شدن نمیتونه. کل ما جزای خود دیدیم، اما سنگین ترین جزا را استاد جانر دید، کشته شد. خانم رعنا بفرمایید. به دیدن الیف آمده بودم اما تا هنوز نامده. نه خیر نامده. اگه خواسته باشین که آمد برتان میگم. نه خیر، من همینجا منتظر می باشم. شاید حال بیایم. میشه یک پیاله چای بیارم؟ البته. بفرمایید. تشکر میکنم.
الیف چی شد؟ اظهارات دادی دخترم؟ بله دادم. بیا اینجا بشی. میشه یک پیاله چای دگم بیارین؟ یک دانه نانم بیارین همراه پنیر. تو نان پنیر خوش داری؟ شما فکر میکنین درباره من همه چیز میفهمین، اما در حقیقت هیچ چیز نمیفهمین. شاید داخل خانه رفته. تو از دو طرف برو، تو از پشت ما بیا. شما را درک میکنم. این همه را به خاطر انجام میتین که عذاب وجدان نبینین. کوشش میکنین اشتباهاتتان را جبران کنین، اما با سیر ساختن من و یکی کوشش کنین مرا تسلی بتین، سالای به هدر رفته را برم دادن نمیتونین. پس چی کنم؟ چی کنم که بخشیده شوم ها؟ حقیقت بگویین. ای که چرا مادر مرا نخواست؟ بگوین چرا یک طفل کوچک پیش کسی دیگه ترکده رفت؟ یا چی بفهمم؟ ای که هنوزم زنده است یا با کسی دیگه ازدواج کرده، دیگه اولاد داره یا نه؟ ای همه را برام بگوین. نه خیر، ازدواج نکرده، دیگه اولادم نداره، فقط تو را داره. بفرمایین جنرال صاحب. رسامی را کردم روان کده بود بررسی کدم. یک قسم یک سرباز نداریم. به خاطر که اونا در اردو نیستن. شخص دومی افشا شد؟ نه خیر جنرال صاحب، به خاطر افشا نشدن خودکشی کرد. تذکره هم که از جیبش پیدا شد جعلی است. به خاطر که جلب توجه نکنه از او استفاده کرده. به احتمال زیاد کوشش کرده تصاویر کمره را بگیره. در این کار موفق شده؟ چیز دیگه از پیشش پیدا نشد جنرال صاحب. بیا. این پاکت هم به شما روان کردن جنرال صاحب. درست است، رفتم میتونی. بچه‌شم جنرال صاحب. آله درست شد.
چرا قدر سال پیشم نامد؟ چه قسم مادر است که یک بارم به فکر اولاد خود نشد؟ او زیاد به فکرت است. بسیار پشت دق شده. اگر دق می شد می آمد، خدا برم نشان می داد. اگه او بیایه کل چیز برات بگویه، ازت معذرت بخواه، به پایهایت بفته باز، او را می بخشی؟ ها؟ مادر با آغوشش میری؟ کوشش میکنم که درکش کنم. الیف، من میخوایم نه خیر. رانا دیدی که چی کدم میتونم؟ اگه میخوایی ای قسم ادامه بیتی رایت باز است، اما مادرها درباره آینده فرزندای خود فکر میکنن. از این خاطر اگه خاموش باشی بهتر است. من هم میخوایم تو جگرخون شوی. میفهمم که او هیچ وقت بهشم نمیایه. از همین خاطر ما منتظرش نیستم. الیف، مادرت هیچ وقت از دوست داشتن تو منصرف نشده جانم. لطفاً ایره باور کن. پس کوشش کنه که بالاش باور کنم. رسما به خاطر نجات دادن او میدود. پس قبلا از جاسازی بم خبر داشته. وای 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 وای. پیدا شد. یس. فواد چوراک، دزدی، قتل، تجاوز و دیگه جرایم مرتکب شده بیادر. باید این نقاشی را به دیگه بخش روان کنیم. شما هم هر چه زودتر به این کار اقدام کنید تا بتانیم ما را بازداشت کنیم. بچه شما آمر صاحب. سه جوان تروریست کوشش میکنن به خاطر ثبوتای جانر نقشه میکشن، اما او دختر در آخرین لحظه پشیمان میشه، میخواه اسناد خود پس بگیره. جنرال صاحب اگه این دروغ در ذهن مردم پخش کرده بتانیم، بسیار به سادگی از این وضعیت نجات پیدا میکنیم و از شر او دخترم خلاص میشیم. تروریست خطاب کردن ساده است. این را به یک شکل دیگه ثابت میسازیم.
اما این تصاویر به خاطر متهم ساختن کافی نیست. اگر جوان بمگذار به نفع ما اظهارات بته خوب میشه جنرال صاحب. این کار خوب است. هر چی زودتر اقدام کنین. امر قتل او را صادر کردیم. کوشش کنین که امر برعکس بسازین. درست است جنرال صاحب. با دور کردن چوکی 5 دقیقه مانده. زیاد تشویش نکن. آره فقط 2 دقیقه مانده. وقت ختم است. چانست از دست دادی بیادرم. او را پایین کن. چیزی که گفتم انجام بده. او را پایین کن. این دخترم مشناسی یا متنیست؟ خوب طرفش سل کن. با این دختر یک جای نقشه بمگذاری را طرح کردی، فهمیدی؟ این دختر شما را با استاد جانر نزدیک ساخت. عضو گروه ارتجاعی است. نامش ایلیف گورال است. سال اول 15 طب است. وقت دستگیر شدی همه را پلیس میگی، فهمیدی؟ اگر به گپای ما گوش ندی بفهمی که از بین خود رفتیم. فردا فاتحه استاد جانر از دخانیشان گرفتن. راستش اگه یک متن سخنرانی آماده کنیم خوب میشه. الیف، ادبیاتت بسیار عالی است. میتونی که متن سخنرانی را نوشته کنی؟ درست است. تو خوب هستی الیف؟ نمیفهمم، شکمم درد میکنه. طفلت چیزی نشده باشه؟ صبر کوی، قسم نگو. نه خیر چیز مهمی نیست. بیبی جانم اینقدر به تفاوت نباش، باید شفاخانه بریم. سهیل حق به جانب الیف. بی از او امروز زیاد خسته شدی، با این کار حداقل مطمئن میشیم. خب درست است، بیاین که بریم. جسد مشکوک شما پیدا کردین؟ بله. از اطرافش کدام چیزی رو پیدا کردین؟ فقط یک تذکره جعلی پیدا شد. پس بغیر از اظهارات خانم لیف دیگه چیز به دست نداریم ها؟ تا فعلا نه. وقت شخص دومی دستگیر شود تمام چیز اعتراف میکنه. آمر صاحب، شخص دوم دستگیر شده با مرکز میارنش. بفرمایه بیاید تا ازش پذیرایی کنیم. طفل دیده میتونیم. الیف همو تو نیست؟ البته که میتونیم. الیف گورال، بفرمایین. این طفل دانست میبینین خانم؟ درست است، اما مثل نقطه معلوم میشه. بله، به خاطر که هنوز بسیار خرد است. طفل صحتمند است دکتر صاحب؟ کاملا خوب است، چیز قابل تشویش نیست خانم. با شما که دستور میده؟ نمیفهمم، ما فقط تابع اوامر بودیم. او امر کی براتون میاره؟ یک محصل دانشگاه. محصل دانشگاه مرکزی استانبول است؟ بله. حتی قبلا وظیفه حمله انتحاری برش داده شده بود. وقتی او مأموریت خنثی شدی وظیفه را برش دادن قربان. نام او دختر چی است؟
نامش الیف گورال. تو چی گفتی؟ الیف گورال محصل 15 طب است. تو چی میگی احمق؟ به خاطر متهم ساختن او دختر از کی امر گرفتی؟ گپ بزن! دینیز بیرون شو! گپ بزن! دینیز بیرون شو، چی میکنی؟ او احمق دروغ میگه. الیف با این کارا هیچ رابطه نداره. درست است دینیز، ما میرم میفهمم، اما اگه این قسم رفتار کنی به او ضرر میرسانی. اول آرام باش. اگه فهمیده شوه که تو طرفداری میکنی به جنجال میفتی. مجبور هستیم تمام چیزا طبق قانون پیش ببریم. حالا باید به گپ ما گوش بدی. به خاطر که نام او گرفته شده الیفا باید بازداشت کنیم. تو چی میگی؟ عقلت از دست دادی احمق؟ در جریان بازداشت کوشش میکنیم بیگناهی الیفا ثابت بسازیم. فقط با همین روش میتونیم به الیف کمک کنیم. چرا نمیفهمی؟ پس قبول کن دیگه. بعض معاینات است که باید انجام بدی، نباید بپروایی کنی. هر چه زودتر باید انجام بدی. درست است. حالا برات چند قلم دوا نوشته میکنم. دل بدی داری؟ یگان وقتا بیشتر از طرف صبح. درست است. به خاطر دل بدیتم دوا نوشته میکنم. این دوا را منظم استفاده میکنی. درست است. یا مکس طفل شماست، به پدرشم نشان بدین. تشویش نکنین. به خاطر بیگناه ثابت ساختن خانم الیف هر کاری از دستم بیای انجام میتونم. آمر اردام، چند دقیقه پیش خبر رسید او دختره که در بم گذاری دست داشت، الیف گورال، دادگاه رو جستجوی خانهش صادر کرده. خواستم خبر بتم. لعنتی. رسما به الیف دام ماندن. یکش گزارش میته، دیگهش تایید میکنه. امکان داره ثبوت‌های جعلی به خانش جابجا کرده باشن. اردام تو باید مانعی جستجو شوی. این کارا کردن نمیتونم دینیز. همه که بالای ما شک میکنن بیادر. هیچ کسی مانع جستجو نمیتونه شود. این جستجو صورت میگیره بچیم. ما فقط میتونم جستجو را به تاخیر بندازم. تو در این مدت میتونی ثبوت‌های جعلی را که در خانه‌اش جابجا شده از بین ببری. درست است. پس همین کارو بکن. بفرما نجاتی. بسیار یک مشکل جدی داریم ابراهیم. الیف یک مصیبت بزرگ گرفتار شده. خیریت از چی شد؟ بمگذار دومی میگه که الیف هم دی بمگذار دست داشته. تو میخوایی چی بگویی؟ چند دقیقه پیش گزارش رسید امر جستجوی خانه‌اش داده. به دختر دام ماندن. چی؟ الیف نمیخوای درباره طفل بدنیست چیزی بگویی جانم؟ بله. نباید خبر شود. به خاطر خود نه، یک بار به خاطر طفل فکر کو. همین ما میفهمیم که طفل به پدر ضرورت داره.
اردم امر جستجو رو صادر کردی؟ منتظر مکتوب سارانوالی هستیم. منتظر نباش، برو. اما آمر صاحب وقتی مکتوب برسه همه جواب میتم. تو برو حرکت کن. ثبوت ها را جاسازی میکنه. باز خریطه سنگینه با من دادی. چی ضرورت بود قد چیزا بخری؟ قناز نکو دختر، بسیار ارزان بود گرفتم دیگه. کار بده کردیم بگو. ماهی تازه. او خدا، تازه گیره بیبی. پدر پریاز خدا از خستگی مردم، بیا که بریم. چا باشق گب نزن دیو نمیشم. برو ایره بگی تو خانه برو. برات ماهی میرم تو عقلت کمی زیاد شود. ماهی میگیرین؟ ماهی ها تازه است همون تو نیست؟ کاملا تازه است، از بحیر سیاه آوردیم. خوب است، 2 کیلو برام بده بیادر. حالا دیگه آماده شده سوار موترهایتان شوین. میشنوم مردم. ما حرکت کردیم، عجله کن. درست است، درست است. خواهر؟ چند روز است که گم هستی. تو کجا هستی؟ در دانشگاه به منفجر شده. درست شنیدی. استادت مرده؟ پدرم کجاست؟ مایی میخره. درست است. الیف نباید داخل خانه شود. باید یک کار کنم. کجا میری دختر؟ بیا برم کمک و از خستگی مردم. کم خو کار کردم میتونی؟ بده. دقیقه سش نشو از رای دیگه بریم، نباید وقت عزیز بتیم. عجله کن. فرق نمیکنه آمر صاحب، حال راه باز میشه. اگه از راه دیگه بریم لا وقت میرسیم آمر صاحب. ده اینجا چی گپ است؟ تو با کی کار میکنی احمق؟ تو با کی کار میکنی؟ زود چه بگو. هولیا دختر، بیا این سودا رو از دست پدرت بگی. کی هستی بیادر؟ کی هستی تو؟ چی میکنی؟ چرا فرار میکنی؟ خدا جزایت بده. چی شدی احمق؟ خدا جزایت بده. کجا رفتی؟ صبر کو. پدر؟
مادرت هیچ وقت از دوست داشتن تو منصرف نشده ایلیف. لطفاً این را باور کن. پس بیایه و کوشش کنه تا بالایش باور کنه. خدا لعنتش کنه. چی شده پدر؟ دیگه چی شوه؟ دوز از پیشم فرار کرد. او احمق گیر کرده نتونستم. شیشه را شکستانده داخل شده. وقت ما را دید حتما از روی بالکن فرار کرد. شما چی میکردین؟ دستایتان دخی نبود؟ چیزی رم از خانه برده؟ نه خیر، من میرم که گدامه ببینم. به پلیس زنگ بزن پدر. چاپ گپای ناق نزن لوده. پیش من نام پلیس نگی. اگه پلیس مداخله کنه بس سادگی نمیتونی از او کار بیرون شوی. داخل برو بته مایره برو. اگه این نامه میخوانی پس به این معنی که هنوزم ما یک امید داریم. مثل مادر و دختر بودن میتونه. انتظار ندارم مرا ببخشی، اما کوشش که درکم کنی. از این خاطر کل چیز از اول برات میگم جانم. داستان از روزی که خبر شدم حامل هستم شروع میکنم. روزی که فهمیدم من حامل هستم، پدرت بدون گفتن کدام دلیل خواست ازم جدا شود. دختره خاموشانه رفتنش را تماشا کردم. برش گفتن نتانستم که حامل هستم. گفتن نتانستم که طفل او در بطنم هست. فقط خاموش ماندم. شکسته بودم، عصبانی بودم. فکر کردم با خاموش ماندن از او انتقام میگیرم. ناخواسته بزرگترین بدی را به تو انجام دادم. حال بعد از گذشت سالا ای را فهمیدم. زیاد فکر کردم اگه اون روز درباره تو به پدرت میگفتم کل چیز تغییر میکرد. شاید اون نمیرفت. شاید دوباره یک خانواده میشدیم. شاید هیچ وقت مجبور نمیشدم که اینا مرا نوشته کنم دختر. یا که مجبور نمیشدم از دختر معذرت بخوایم. به خاطر کل چیز پشیمان هستم. کاش که به خاطر تو زیادتر مبارزه میکردم. هیچ وقت از دوست داشتن تو منصرف نشدیم دختر. تا آخرین نفس به دوست داشتن تو ادامه میدم. مادرت. بفرمایید. باید ایلیف کمک کنین خانم. گفتی ایلیف؟ او شکار بازی بزرگ میشه. او را از خانه دور کنین لطفا. شما میخواین چی بگوین؟ شما کی هستین؟ او را در یک جای محفوظ برده پنهان کنین.
بله بله جنرال صاحب، امر جستجوی خانه صادر شده. پلیس هم در هستن. کارهایی را که گفتم انجام دادین؟ بله جنرال صاحب، ثبوت در خانه جابجا شده. پس فقط موضوع زیاد روشن نشد ها؟ تشویش نکنین جنرال صاحب، این مشکلم حل میشه. تا وقتی که زیاد زنده باشه تشویش نکردن به دست خودم نیست جنرال.